سلام دوستان، من مصطفی میلوکس هم. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم با معرفی ماشین جدید شرکت خودروسازی ماموت، یعنی ماشین جتا VS7. خیلی خوش اومدید به کانال ما، کانال آتیلا خودرو. لطف کنید که لایک کنید، سابسکرایب کنید و ازمون حمایت کنید تا با ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری در خدمتتون باشیم. اولین نکته‌ای که این ماشین جلب توجه میکنه طراحی زیبا و منحصر به فردیه که این ماشین داره. چرا؟ چون همکاری چین و آلمان این موفقیت رو برای شما به همراه داشته. جلوی ماشین رو میبینید که طراحی فوق‌العاده ساده ولی یونیک و فوق‌العاده‌ای رو داره. طراحی چراغا رو میبینید که چراغ راهنما و چراغ هدلایتشه، چراغ‌های پایین رو میبینیم و طراحی بدنه بی‌نظیر این ماشین که واقعا فقط شما رو یاد ماشین‌های فولکس واگن میندازه. در قسمت انتهایی ماشین صندوق مکعبی فوق‌العاده جاوداری رو می‌بینید و از مهمترین نکات این ماشین اینه که این ماشین تایرش رو با ارتفاع خیلی کم درست کردن و قطعاتش رو برای که جای بیشتری توی صندوق عقب داشته باشه و یکی از خصوصیات منحصر به فرد این ماشین هستش. طراحی بدنه بی‌نظیر از چرم مصنوعی و پلاستیک صفر و تودوزی‌های پارچه جی فوق‌العاده و یونیک. حالا با هم دیگه اصل داستان این غول آلمانی ژاپنی رو آلمانی ژاپنی چیه؟ چینی آلمانی رو با هم دیگه ببینید. یکی از مهمترین نکاتش اینه که شما موقعی که بخواید در کاپوتو باز کنی کاملا ماشین عین ماشین‌های آلمانی باید درب خودرو باز باشه تا بتونید در هود رو باز کنید. به به. حالا اصل نشانه های ماشین آلمانی رو اینجا ما با هم دیگه میبینیم. تمام نکاتی که داخل انجین وجود داره، اهم از موتور، بدنه‌های موتور و بقیه اجزای موتور، تمام نشونهای فولکس واگن وجود داره و این نشون دهنده یک ماشین آلمانی از لحاظ فنیه. گیربکس این ماشین 680 هستش که انحصاراً برای خود فولکس واگن خواسته که این نسل از گیربکس اقتصادی روش نصب بشه. موتور 1.4 لیتر توربو شارژ که خیلی نسبت به قیمت این ماشین با ارزش ترش میکنه. 148 اسب بخار، معادل 250 نیوتن متر گشت آور و نکته مهم گشت آور این ماشین از 1750 RPM در اختیار راننده قرار میگیره و نسل جدید فناوری ورود هوای خنک به پیشرانه رو میبینیم که باعث میشه نوسان هوای ورودی کم بشه و در مقابل توان بالایی رو به ماشینمون بده. مصرف این ماشین در حالت اکونومیک 6.2 لیتر به ازای هر 100 کیلومتر هستش، یعنی فوق‌العاده مصرف عالی داره این ماشین. سیستم تعلیق این ماشین در قسمت جلو مک‌ورسون و در قسمت عقب مولتی لینک هستش. این هم از اصالت این ماشین که با هم دیگه مشاهده کردیم. خب دوستان، تست درایو ماشین جتا VS7 رو داریم که می‌بینیم چقدر این ماشین از لحاظ نرم بودن و راحت بودن دقیقاً عین ماشین‌های آلمانی میمونه. یعنی ما با یک ماشین کاملاً آلمانی انگار طرف هستیم. حالا یه تست از شتابش هم بگیریم ببینیم شتابش چجوریه. شتاب فوق‌العاده این ماشین. فقط یه مقدار صدای انجین داخل ماشینه که اونم کاملا طبیعیه. حالا شما که پشت فرمون ماشین نشستی، به نظر خودت راحتی این ماشین نسبت به ماشین آلمانی مثل بنز BMW چقدر فرقشه؟ چه ربطی داره؟ به نظرت؟ به نظر من فرق آنچنانی نیست توی سرعت تعویض دنده تو گیربکس موتور. اون دیلی که باید نسبت مثلا دارم میگم به ماشینای چینی یا مثلا حالا ماشینایی که یه ذره از این ماشین ردشون پایین‌تره، اصلا اون ضعف رو شما تو گیربکس نمی‌بینی که دیر معکوس بده، دیر تعویض دنده داشته باشه. بعدش هم شتاب ماشین هم مخصوصا تو سربالایی که همین الان داریم در حال حاضر تو بالا به سمت بالا داریم میریم، باز تو سربالایی موتور کم نمیاره. با اینکه ما به قول خودمون ایرانی‌ها میگن کولر ماشین رو بگیری یه ذره موتور ماشین ضعیف میشه، ولی باز ما اینکه ما کولر گرفتیم درسته، ولی باز اون ضعف رو تو موتور رو تو شتاب ماشین نمیبینیم. بله واقعا مشهوده این قضیه. واقعا من این قضیه رو خودم دارم حسش میکنم. حالا یه آپشن خیلی زیبای دیگه این ماشین رو با هم دیگه تست میکنیم که در موقع دور زدن این ماشین سنسورهای سمت راننده فعال میشه و
سمت چپ رو به شما نشون میده که آیا آزاد هست برای رفتن یا بلاک هستش. ببینید دوستان، این ماشین آیندگانه، ماشینی که بعدها توی خیابون خیلی قراره ببینیدش. یه ماشین با حجم ظرفیت 1.4 لیتری با 148 اسب بخار واقعا کم نظیره توی خیابونای تهران و واقعا به نظر خودم این ماشین حداقل خیابونای خودمون رو خیلی خوشگل‌تر قرار بکنه. طراحی چراغای این ماشین رو می‌بینید که فوق‌العاده زیباست. بر اساس رنگی که این ماشین داره، طراحی‌هایی که برای این ماشین در نظر گرفته نسبت به رنگ خودرو یه چیز کاملا یونیکه که تو هیچ ماشین دیگه نمی‌بینی. یعنی اگه این ماشین رنگش سفید باشه، این طراحی‌ها رنگش فرق می‌کنه، این نوشتارها رنگش فرق می‌کنه. چراغ‌های سپر رو می‌بینید، جای سنسورها رو می‌بینید که واقعا بی‌نظیره. به نظر خود من یه ماشین کاملا جمع جور و یونیکیه از نظر من. یکی دیگر نکات این ماشین اینه که صندلی راننده کاملا برقی هستش، ولی صندلی شاگرد به صورت منوال تنظیم میشه و تنظیماتش رو این بغل در با هم دیگه می‌بینیم. کفایای کاملا چرمیه که این ماشین داره و نسبت به بقیه ماشین‌های چینی یه محصول یونیک‌تر و خاص‌تری داره. یکی از چیزهای دیگه که من خیلی با این ماشین حال می‌کنم و ازش لذت می‌برم این تودوزیای آلمانی داخل ماشینه که این ماشین رو خیلی خاص‌ترش می‌کنه، ولی یه مقدار این به نظر من این طراحی LCD و دریچه‌های هوا یه مقداری تو ذوق میزنه. به نظر من طراحیش میتونست قشنگ‌تر باشه. البته امکانش هست به خاطر قرار گرفتن یه همچین LCD یه همچین طراحی زده باشن که یه مقدار راحتی بیشتری رو به راننده بده، ولی خب به نظر خود من زیبایی آنچنانی نداره که یکی از نکات ضعف این ماشینه. میریم سراغ آپشنایی که داره. یکی از مهمترین آپشنایی که این ماشین داره و خیلی من باش حال میکنم این دوربین 360 با رزولوشن بالاه. از دیگه آپشنای این ماشین بخوام براتون بگم، گرمکن صندلی جلو، هم راننده هم شاگرد. سیستم تهویه این ماشین برخلاف بقیه ماشینا سیستم لمسیه، یعنی اینجا تمام کلیداش به صورت لمسی. در قسمت پایین یه دونه شارژر وایرلس رو می‌بینید، دو تا پورت برای موبایل و وسایل الکترونیکی که یکیش USB و اون یکی تایپ C. یک پورت خروجی برق داریم که 12 ولت. دکمه استارت انجینش برخلاف بقیه ماشینا کنار دنده هستش که این خودش به نظر من یه نکته قابل توجه و قشنگی هستش. دکمه پارک و دکمه اتو هولدش هم که زیر دنده قرار گرفته و یکی دیگه از چیزای خوشگلی که داره این کاپ هولدرای بی‌نظیریه که اینجا هستش. من خودم دوست دارم کاپ هولدر همیشه وسط ماشین قرار بگیره نه کنار در. به نظر من کنار در یه مقدار احتمال ریزش دوغ هستش. خب آپشن‌های دیگه این ماشین این تنظیمات لایت چراغ ماشین هستش که قسمت سمت چپ قرار گرفته. این ویژگی رو فقط ماشین‌های آلمانی دارن که تو طراحی لایت و اینا رو این گوشه قرار میدن. اینجا هم که جای قرار گرفتن گوشیه، ولی خب ما ایرانی‌ها ازش به عنوان چیزای دیگه میتونیم استفاده کنیم. فندک میتونید بذارید، سیگار، چیزای دیگه هم میتونید بذارید. فرمون دیکات فوق‌العاده آلمانی و تنظیمات کروز کنترل و تنظیمات ولوم و صحبت کردن با خود ماشین که باید قبلش اکانتتون رو وارد کنید تا بتونید ارتباط برقرار کنید. کلاستر فوق‌العاده طراحی زیبایی داره، ولی از لحاظ نور یه مقداری نورش و رزولوشن کلاستر نسبت به بقیه ماشینا یه مقداری کمتره. یعنی شما ماشینای بنز یا BMW یا بقیه ماشینای آلمانی مثل فولکس واگن و اینا رو بخواید نگاه کنید یه مقدار رزولوشن کلاسترشون خیلی بالاتره. یکی دیگه از چیزایی که این ماشین داره و من خیلی دوستش دارم این تنظیمات قبلش اول درایو اسیست رو بهتون توضیح بدم. این حالتایی که میتونید ماشین رو توش قرار بدید استاندارد، اکونومی و کام و اسپورت. لایت درهای ماشینه که کاملا میتونید رنگش رو تنظیم کنید به رنگ دلخواهتون در بیارید، هر رنگی که بخواید. اندازه نورش رو میتونید تنظیم کنید که هر چقدر بخواید. البته یه مقداری نورش نسبت به بقیه ماشینا نور لایت در کمتره. یعنی من تو ماشین دیگه حداقل ماشین فرانسوی این قابلیتشون یه مقدار، یعنی لحاظ زیبایی ماشین خیلی بیشتر کار کردن. این ماشین به نظر من کیفیت فنیش خیلی بهتر از کیفیت زیباییه که ماشین داده. ببینید در کل این ماشین احساس آلمانی بودن رو بهتون میده. یعنی از لحاظ راحتی و از لحاظ دسترسی به همه چی به نظر من هیچ فرقی با یه ماشین آلمانی نداره حداقلش. از نظر من ماشین کیفیت ساخت فوق‌العاده‌ای داره. من نقص زیادی توی این ماشین
نمیبینم نسبت به بقیه ماشین‌های چینی توی بازار. به نظر من که از لحاظ طراحی و از لحاظ فنی بخوایم چشم‌پوشی کنیم یه سری چیزا رو، خیلی فوق‌العاده است. خب عقب این ماشین با توجه به چیزایی که داره، این دوتا به اصطلاح پاکت‌های عقب رو می‌بینیم که عقب صندلیه، سقف پانورامای عقب و این زیرآرنجی یا به اصطلاح برای راحتی دست که استفاده میشه داخل ماشین و دوتا کاپ هولدر خوشگل هم این وسطش داره برای نگه داشتن دوغتون. دو تا چراغ در گوشه‌های ماشین طراحی شده برای اینکه بخواید مثلا یه وقت چیزی تو ماشین بخونید یا بخواید کاری کنید که احتیاج به نور داشته باشید. و یه نکته دیگه که داره این ماشین، من با قد 1.84 الان داخل این ماشین نشستم، این صندلی الان تا ته عقبه، اصلا احساس تنگی نداره این ماشین، یعنی من کاملا راحتم. حالا با توجه به اینکه درای ماشین طراحیاش خیلی بزرگتر نسبت به بقیه ماشین هستش، شیشه های خیلی بزرگی هم داره، یعنی شما راحت ویو بیرون رو از داخل ماشین میتونید نگاه کنید. در اینجا پشت کنسول ماشین شما دو تا تهویه میبینید که دسترسی بهش نداری، یعنی فقط میتونید از تهویه استفاده کنید. یه سری سایر ماشینای آلمانی توی عقب شما دسترسی دارید به تنظیمات AC یا تهویه ماشین. پایین قسمت تهویه یه پورت USB داره که میتونید ازش به عنوان شارژر یا دیتا چنجر استفاده کنید. همین. و در نهایت باید بهتون بگم دوستان، این ماشین سال 2023 توسط شرکت ماموت خودرو با کمک کمپانی‌های FWA و فولکس واگن طراحی و با بازار ایران عرضه شده. اگه دنبال یک ماشین آپشنال میگردید، من این ماشین رو بهتون پیشنهاد نمی‌کنم، ولی اگه دنبال یک ماشین با کیفیت و خوب و با اصالت میگردید، این ماشین چیزیه که شما بهش احتیاج دارید. خیلی ممنون که ما رو دنبال میکنید. لطف کنید لایک کنید، سابسکرایب کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید و اگر نکته‌ای داشتید حتما درون کامنت ها بگید و اگه خواستید معرفی ماشینی که خودتون دوست داشتید و ما بهتون معرفی کنیم، حتما توی کامنت ها بهمون بگید. ممنونم. الان میرم پیش این پیکانه.